تو این دستور کامل حلوا از ترفند و نکات پخت گرفته تا فوت و فن تزیین رو یادت میدم. با اکوکوک همراه باشید. داخل قابلمه 2 پیمانه شکر، 3 تا دونه هل، 1.5 پیمانه آب بریزید. وقتی شروع به جوشیدن کرد، نصف پیمانه گلاب، 2 قاشق غذاخوری زعفران اضافه و مخلوط کنید. شکر که حل شد و مقداری جوشید، شعله رو خاموش کنید و کنار بذارید. داخل یه تابه 2.5 پیمانه آرد سفید رو علک کنید. 20 دقیقه با حرارت خیلی کم تفت بدید. وقتی به رنگ آرد نخودچی در اومد، از تابه خارج کنید و دوباره داخل تابه علک کنید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 50 گرم کره و 1 پیمانه سرخالی روغن بریزید و 10 دقیقه با حرارت ملایم تفت بدید تا غلظت مواد مثل ویدئو شه. یک و نیم قاشق غذاخوری شیر عسلی رو با 1 ملعقه از شربت مخلوط کنید تا همدما بشه. بعد به شربت اضافه و مخلوط کنید. شیر عسلی اختیاریه، اما رنگ و طعم حلوا رو بهتر میکنه. شربت رو کم کم به مواد حلوا اضافه کنید و سریع هم بزنید. مرتب هم بزنید تا یک دست بشه. دوستان، ما سعی کردیم تا جایی که میتونیم ویدیوها رو براتون به صورت خلاصه و در عین حال جامع و مفید آماده کنیم تا بتونید به جای گذاشتن نیم ساعت وقت با ارزشتون برای یه ویدیوی طولانی 10 تا غذا و شیرینی و دسر و کلی چیزای جدید رو یاد بگیرید. توی این مرحله و قبل از اینکه خیلی سفت شه، مقداری از حلوا برای تزیین بردارید. بقیه حلوا رو تفت بدید و گهواره کنید. داخل ظرف سرو بکشید. با مهر فوندانت طرح بندازید. با حلوای شلی که داخل قیف ریختید ماسوره بزنید. حتما با حلوای داغ ماسوره بزنید تا طرحتون ترک نخوره. با خلال پسته هم تزیین کنید. برای مدل بعدی روی حلوایی که داخل ظرف ریختید ماسوره بزنید و خلال پسته بریزید. برای نظری، مراسم‌ها یا به عنوان دسر پذیرایی توی خونه و با خیال راحت درستش کنید. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.